به نام خدا وارد نرم افزارتون میشیم. نرم افزار انسیس رو من باز میکنم. هندسه رو میتونید یا داخل خود فلوئنت بکشید یا داخل یک کد دیگه بکشید، هیچ فرقی نمیکنه. اگر داخل جیومتری بکشید یکم سخت تره، یعنی اون قسمتی که به صورت محیط براش تعریف میکنید بعداً اینلت براش تعریف نمیشه، اینلت آفست تعریف نمیشه. برای همین بهتر داخل یک کد دیگه کشیده بشه، تو فرمت استیپی سیو بشه. من داخل سالید کشیدم. خب وارد مش بندی میشیم. نه مقالتونه، حتما به مقالتون تسلط داشته باشید. ببینید استادتون نمیفهمه خودتون انجام دادید یا نه، یعنی هیچ گزینه‌ای نداره که بفهمه، فقط به تسلط خودتون نگاه میکنه. من یه دانشجویی داشتم فیلم نگرفته بود، بعد اومد گفت که یه جایی از پروژه نوشته میشه که بیرون داده بشه. من بهش گفتم که نه، مشخص نمیشه، فقط اینکه تسلط داشته باشید. خب وارد مش بندی میشیم. من 3 بار براتون این هندسه رو شبیه سازی کردم به خاطر مش بندیش. صبر میکنیم تا پروژه بالا بیاد. خب میایم رو گزینه مش بندی. من رو حالت فاین میذارم که مش بهتری بذاره. مش های استراکچر مش های بهتری تولید میکنن. این رو هم میذارم رو حالت نیم. یکم شبیه سازی طول میکشه، برای همین من فیلم رو نگه میدارم. خب مشبندی هم انجام شد. این الان مشبندی بهتون نشون میدم. این مشبندیه، کوتاهش بکنم. این مشبندی ماله که خیلی ریزه و اگه بگن که چند تا مشتون چند تا المان مش خورده از وارد قسمت استاتیکس شما میتونید اینها رو ببینید که من حالا چشام زیاد دقیق نمیبینه، حدود 1,000,000 خورده نود مش خورده که تو مقالتون هم از مقالتون هم بیشتره، یعنی تو مقالتون 500,000 تا بود. خب میایم چیز میکنیم، ورودی و خروجی رو تعریف میکنیم. اینجا راست کلیک میکنید، مثلا مینویسید اینلت ورودی شرایط مرزی. شرایط مرزی خیلی مهمه. شرایط مرزی رو حتما هم از مقالتون هم چیزهایی که من بهتون میگم رو دقیق یادتون باشه. یعنی تو قسمت ارائه چیزهایی که میپرسن 95% مربوط به باندری کاندیشن های همون شرایط مرزی هستن. یعنی ببینید استادتون زیاد خودش هم مثلا وارد نیست به انسیس، شاید یکم بلد باشه ولی فقط میتونه مچگیری بکنه که مثلا ببینه دانشگاهش انجام داده یا نه، فقط تسلط داشته باشه. من اینجا هم اومدم وال 8 رو تعریف کردم. بقیه قسمت ها رو سیستم خودش وال تعریف میکنه. چرا اینجا رو وال تعریف کردم؟ چون تو مقالتون اینجا اگه باز بکنم یه دونه سیستم هم هنگ کرده، اگر بتونم اینجا یه دونه شما هیت فلکس دارید. خب برمیگردیم فل سیستم رو نشون بده. خب یه دونه آپدیت میکنیم، میخوایم وارد قسمت فلوئنتی بشیم یا همین قسمت اصلی شبیه سازی. یکی هم مشبندیاتون خیلی ریزه، ممکن خیلی طول بکشه، برای همین ممکنه فیلم رو وسطش نگه دارم، فقط به خاطر اینکه زمان طولانی نشه. اینا هم شبیه سازی های اون یکی هستن، فقط مش ها رو من ریز کردم. ما وارد قسمت ستاپ میشیم. من اینها رو اوکی میکنم. قسمت آپشن یه توضیحاتی هم بگم. ببینید ممکنه لپتاپ شما مثلا 6 هسته باشه یا 8 هسته باشه، از کل 8 هسته‌اش استفاده نکنید. هم جون سیستمتون رو میگیره، هم روند کارتون خیلی طول میکشه. همون پنجه‌ای که باز شد دیفالت هر چی بود همون رو اوکی بکنید.
میکنیم تا قسمت فولنت بالا بیاد. سیستم یکم خیلی کند کار میکنه، من اینا رو ببندم. من این یکی هارم ببندم یکم تصریح بشه. خب حالا اومد. هنوز کامل لود نشده. اینجا چون انتقال حرارت هست انرژی رو روشن میکنیم. نوع تحلیل رو حالت کارپسیلون میذاریم. اگر رینوز بالاتر از 2300 باشه توربولانسی و پایینتر از 2300 باشه لامیناره. من رو حالت کارپسیلون میذارم، دقتش بیشتره، تو مقالت هم اشاره شده. اینم رو حالت آرنجی میذارم. خب متریال رو میایم انتخاب میکنیم. از دو تا متریال استفاده شده، یکیش آلومینیومه یکیش MDF. چون MDF هست ما از چوب میایم استفاده میکنیم. خب و حالت تو قسمت فولنتی هم حالت هوا اوکیه، یعنی قسمت دیفالت هستش. وارد قسمت شرایط مرزی میشیم. اینلت ها رو باز میکنم. قبل از باز کردن رو حالت باید فشار باشه، فشار اینلت باشه، چون از سرعت صحبتی نشده و فشار وارد شده. فشار گفته 101 325 همون فشار جو. اینم گفته 297 ممیز 15 دماش. من وال رو بیام والی که خودم انتخاب کردم رو بگم، همون که هیت فلکس داره. وارد قسمت ترمال میشیم. تو قسمت مومنتوم خب میگیم که دیوار لغزشی نداره، استاندارده. وارد قسمت ترمال میشیم به صورت هیت فلکس آلومینیومه و این رو حالت 4 میذاریم. من اوکیش میکنم. حالا این قسمت کار نداریم، توضیحش اینه وقتی یه چیزی رو میخواید که داخل
قسمت خروجی نیست، مثلا لیفت و درگ و این چیزا، از قسمت مانیتور میتونید انتخاب کنید. نوع تحلیلتون هم گفته به صورت سیمپل ای باشه و سکند اوردر باشه که همه اینا به صورت دیفالت هستش. وارد قسمت اینیشیالایز میشیم. اینیشیالایز میکنم 10 تا گام رو باید طی کنه، صبر میکنیم طی بشه. من به خاطر اینکه زبان ویدیو طولانی نشه ران کلکیولیشن رو عدد پایین‌تری میذارم، ولی هر سری که شما میخواید باز بکنید یا ران بکنید یا هر کاری بکنید باید یک بار بیاید ران کلکیولیشن رو بذارید و براش گام تعریف بکنید، اون بیاد برای شما رانگیری رو انجام بده. کلا هر نرم افزاری باشه، ارزیس باشه، آباکوس باشه، شما باید یک بار ران کلکیولیت بکنید. به جز نرم افزار کامسول، یعنی انسیس و آباکوس دوتاشون هم باید ران بشه تا شما نتایج رو برای توی سیستم دیگه ببینید. صبر میکنیم تا 10 تا گام رو طی بکنه. فعلا 2 تا گام رو طی کرده. و قسمت کنسول اینها رو میتونید ببینید. یکم مشهاش ریزه، به خاطر همین خیلی طولانی شده. فعلا فیلم رو نگه میدارم تا رانگیری تموم بشه. خب اینجا 10 تا گام رو میبینید که طی کرده. شما میتونید وارد قسمت ران بشید. خب رانگیری خیلی طول میکشه با 1 میلیون. من این عدد رو به حالت 5 میذارم، ولی شما تو سیستم خودتون تا 300 500 تا هم میتونید بزنید. فقط این صرفا برای آموزش شماست این فیلم. خب اینم تموم شد، کامپلیت شد. شما از این قسمت میتونید کانتورها رو ببینید. یکم باید صبر بکنیم. انسیس هم نرم افزار سنگینیه، هم که الان مش سنگینی زدیم یکم طول میکشه.
خب الان کانتورها رو دیدید. ببینید تو قسمت ریزالت هم اون عکسی که براتون فرستادم میتونید ببینید. چون الان وارد بشم میدونم که خیلی طول میکشه، یه دونه من آپدیت میکنم، واردش بشید. کانتورها رو اونجا هم میتونید یک بار ببینید. همین کانتورهای اینه قسمت فرند. من این آپدیت میکنم.